انجام برای کسایی که معیوب هستند، مشکلات دارن، باید بایسیکل مخصوص خود به همراه خود بگیرن و هر حاجی صاحب باید یک جوره لباس عادی با خود داشته باشه، چرا که باز در روز عید ما و شما لباس های خود میکشیم، لباس های عادی میپوشیم. هر حاجی صاحب باید بغیر از احرام خود و همچنان بیبی حاجی بغیر از احرام خود یک جوره لباس عادی داشته باشه به همراه خود. دیگه اگر امکانات باشه کسی به همراه خود خیمه کوچک و یا جای نماز پلاستیکی برای مزدلفه داشته باشین، خصوصا کسایی که به همراه فامیلشان است، یک خیمگک کوچک و جای نماز پلاستیکی داشته باشین یا یک فرشک کوچک در مزدلفه و در اینجا بعضی اوقات میمانین، از این خاطر در اونجا باز اوار میکنن، قرار سر از اون استراحت میکنن. هشتم نقطه ای که غذای مناسبی که بتانه مثلا قابل نقل باشه، یگان بسکیت و یگان زرکیک و یگان چیز خشک میوه خشکی یا به همراهتان باشه، خوبتر است که در اونجا در وقت ضرورت از او استفاده بکنین. حاجی صاحبای محترم، پیش هر کس یک مقدار پول باید باشه که اونجا مثلا چیزایی که ضرور میشه یا غذا یا مثلا آب یا این چیزا را که بعضی اوقات مثلا شما در بعضی حالات پیدا میشه که راه را گم میکنین. دیگه حاجی صاحبای محترم متوجه باشین که چیزهایی که در دستتان است، اما بندک ها و کارت هایتان را و امرایتان در گردنتان باشه که اگر کدام وقت شما جای گم میکنین یا غلط میکنین که مسئولین شما را به جای پس میرسانم. حاجی صاحبای محترم، کارهای عملی این چیزا را که جور کردین خلاص کنین. حاجی صاحبای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما و شما چی میکنیم؟ چون ساعت 10 حرکت است، حاجی صاحبای محترم وضو و یا غسل به قصد احرام در داخل هتل بگیرین. یعنی وضو میتونین بگیرین یا غسل میگیرین، ایره بگیرین و قبل از وضو و غسل مثل که در کابل یا در میدان هوایی کسایی که احرام خود بسته کردن، قبل از او اونمو قسم یا وضو میگیرین یا غسل میکنین و قبل از وضو و غسل کوشش میکنین که ناخونها گرفته شود، کوشش میکنین که اعضای بدن خوب پاک شود. بعد از او وضو و یا غسل میکنین و خوشبویی هم میذارین. بعد از او احرام خود در داخل هتل بسته میکنیم، احرام خود در داخل هتل بسته میکنیم. و حاجی صاحبای محترم، در هنگام رفتن به مینا و عرفات و مزدلفه و زدن جمرات شانه را برهنه نمی کنیم. خب حال حاجی صاحبای محترم، احرام خود در داخل هتل بسته می کنیم. دیگه حاجی صاحبای محترم، نقطه دیگه که متوجه از باشین وی است که نیت حج فرضی را که آل ما شروع میکنیم، این توسط تلبیه میشه. وقتی که احرام بسته کردین به خیر از هتل از اموجا تلبیه میگین. وقتی که تلبیه گفتین لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک، اینه که گفتین شما دیگه داخل حج فرضی شدین. از اتاقهایتان حاجی صاحبای محترم با تلبیه پایان شوین. از اتاقهایتان شما لطفا همین امور انجام بدین. چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم. بكابة الله خانيحا بذكر طاعت قرآن بگردیم. چه خوش باشد طواف کنان بکعبه، چشم گریان دل نالان بگردیم. لبیک گوییم کنیم حق را ستایش،
اخوت داشته با یک جان بگردیم. آقای صاحبای محترم، آل موترها بخیر اونجا در پایین هتل آمده و لطفاً آقای صاحبای محترم به طرف موترها حرکت بکنین، از هتل پایین شوین و سوار موترها میشیم. بازم تقاضای ما از آجی صاحبای جوانی است که فرصت اول برای آجی صاحبای بتن که اونا آجی صاحبا و بی بی آجایی که سنشان کلانتر است و تکلیف و ایگپا دارن. جوانا میتونن که استاد هم شون اگر برشان چوکی نرسد. لطفاً این مسائل اخلاقی را در نظر داشته باشین. تلبیه از همین لحظه آغاز میشه، از وقتی که شما احرام بسته کردین و تلبیه گفتین تا زدن جمرات زبانتان به تلبیه باید جاری باشد. آقای صاحبای محترم خدا به سرویس ها برسانن. آقای صاحبای محترم لطفاً خدا به سرویس ها برسانن. اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صاحبای محترم، ما و شما به منا نزدیک هستیم، در منا می رسیم. حالا وقتی که ما و شما به منا در جاهایی که خیمه های ما و شما هست، دموجا از موترها پایان میشیم، داخل خیمه ها جای به جای میشیم. آقای صاحبای محترم، لطفاً به معلوماتی که از طرف مسئولین براتان داده میشه، کارمندای اداری، لطفاً جاهایتان هر کس دمو خیمه هایی که برشان
به اساس نمبر خوانده میشه، مطابق از او در خیمه های خود جای به جای شوند. حاجی صاحبای محترم، ما و شما در منا نماز ظهر خود، عصر و شام و نماز خفتن و نماز صبح روز عرفه را کلش در اینجا میخوانیم. حاجی صاحبای محترم، حاجی صاحبا لطفاً در اینجا فقط شما وقتی که میباشین متوجه بعضی از درس ها باشین. وقتی که مولوی صاحبا و دعا هاست انشاءالله و عبادات است چی میکنین. و در اینجا ما و شما امی 5 نماز در اینجا خوانده میشه. پیشین امروز میخوانیم، امروز که 8 ذوالحجه هست، نماز پیشین بخیر اینجا میخوانیم، نماز عصر و نماز شام، نماز خفتن و نماز صبح. در جریان نمازها به طاعت و عبادات و در جریان موجودیت در روز 8 ذوالحجه یعنی یوم ترویه و این شب ما و شما باید به عبادت ها مشغول باشیم. که غریبیم او که خواریم پاک خدایا، دست دیر شکر گزاریم پاک خدایا، دست دیر شکر گزاریم پاک خدایا. که غریبیم او که خواریم پاک خدایا، دست دیر شکر گزاریم پاک خدایا. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی صاحبای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز روز عرفه هست. لطفاً حاجی صاحبای محترم در موترهایتان سوار شده و حرکت میکنیم به طرف عرفات. لطفاً چیزتان در اینجا نمانه. فقط حاجی صاحبای محترم چون اینجا چند نفر از مسئولین هستن، شما میتونن که بعض وسایلتان چی کنین اینجا بانین که باز وقتی که جمرات خلاص میشه، بعد از زدن جمرات انشاءالله تعالی پس ما و شما به اینمی منطقه میمک، پس به منام حاجی صاحبای محترم. از این خاطر سامانایی که دم یک روز کار میشه تا صبح او رو کتان بگین و دیگه چیزایی که اضافی لباس ترایتان است میتونین که او رو میجا بانین براتان حفظ میشن. غسل اگر کسی میتونه امروز غسل بکنه، غسل کس کرده میتونه در روز عرفات. بعضی جایا هست اگر بیروبار نباشه کس غسل کرده میتونه، خوب است، یک سنت یا مستحب میباشد. چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبت الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چه خوش باشد طواف کنان به کعبه، چشم گریان دل نالان بگردیم، لبیک گوییم کنیم حق را ستایش، اخوت داشته با یک جان بگردیم، لبیک گوییم کنیم حق را ستایش، اخوت داشته با یک جان بگردیم. چه خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم. چه خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبت الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چه خوش باشد بنوشیم. حاجی صاحبای محترم، ما حرکت کردیم میریم به طرف ساحه عرفات. کوشش کنید حاجی صاحبای محترم تلبیه به زبانتان باشه. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. همچنان ایران بگوین که الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. در اینمی تلبیه که صدایتان بلند می باشن.
حاجی صاحبای محترم، در ساحه عرفات چیزایی که هست اینجا ایستادن، تنها ایستاد شدن نیست، بلکه نشستن و به پهلو افتادن و به هر شکل میتونه انسان عبادت خدا بکنن. حاجی صاحبای محترم کسایی که علاقمند ازی هستند که نماز پیشین و دیگر خود در مسجد نمیره بخوانن، اینجا انشاءالله با حرکت میکنیم میریم به طرف مسجد نمیره. و حاج صاحبایی که ضعیف هستن و مشکلاتشان زیاد هست، رفتن نمیتونن، اونا میتونن که نماز خود در خیمه خود بخوانن، چون حاج صاحبا بیروبار زیاد است. به این خاطر کسایی که تکلیف دارن یا بسیار ضعیف هستن و ریش سفید هستن نمیتونن، اونا میتونن که همینجا باشه. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حاج صاحبای محترم، در جریان عبادت هایتان تلاوت قرآن شریف، تسبیحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دعا میکنیم، توبه میکنیم، دعا برای مسلمان های دنیا میکنیم، دعا برای حل مشکلاتشان میکنیم و تسبیحات خوانده میریم سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. حاجی صاحبای محترمی که به مسجد نمیره میرن، حکمش یاد بگیرین که قبل از رسیدن به اونجا، وقتی که ما شما در مسجد میرسیم میباشیم اونجا، امام اول یک آذان داده میشه. قبل از نماز پیشین امام خطبه میخوانه، ما شما به خطبه ازو گوش میتیم و تمام ما به خطبه ازو باید گوش میتیم. نماز پیشین در مسجد نمیره به شکل جمع و قصر خوانده میشه. جمع و تقدیم و قصر جمع میکنیم، یعنی نماز پیشین دیگر یک جای خوانده میشه. یک آذان است، دو اقامت. در اقامه اول نماز 2 رکعت نماز پیشین میخوانیم به شکل مسافرانه، یعنی قصر میکنیم و باز نماز پیشین که ختم شد نماز دیگر خوانده میشه. جمع به معنای است که 2 نماز در یک وقت جمع میکنیم و قصر به معنای کوتاه نمودن است که نمازهای 4 رکعتی، یعنی 4 رکعت پیشین و 2 رکعت دیگر یا را 2 رکعت میخوانیم. حاجی صاحبای محترم، بله حاجی صاحبای محترم، توقفگاه یعنی حاجی در این منطقه در عرفات میباشه. اون شما لطفا حاجی صاحبای همین لوحه ها را سعی کنین، اون لوحه های زرد که معلوم میشه نوشته است اینمی ساحه عرفات، اینمی لوحه را ببینید کلش ساحه عرفات است. متوجه شدین؟ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفه. حضرت عمرو بن شعیب ای از پدر و پدرکانش روایت میکنه، میگه نبی کریم صلی الله علیه و سلم گفت که خیر الدعاء، بهترین دعاها دعاء یوم عرفه، دعای روز عرفه است. و خیر ما قلت انا و النبیون من قبلی، و بهترین چیزی که ما و پیغمبرایی که قبل از ما بودن گفتن که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر. حاجی صاحبا در حدیث شریف آمده که عن عایشه رضی الله عنها ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ما من یوم اکثر من ان یعتق الله فیه عبدا من النار من یوم عرفه. میگه هیچ روز نیست که الله زیاد بنده ها را از آتش دوزخ نجات بده نسبت به روز عرفه. هیچ روز، یعنی در این روز بسیار کسا هستن که از آتش دوزخ نجات پیدا میکنن. که غریبیم او که خواریم پاک خدایا
دست دیر شکر گزاریم پاک خدایا دست دیر شکر گزاریم پاک خدایا که غریبی ما که خواریم پاک خدایا دست دیر شکر گزاریم پاک خدایا دست دیر شکر گزاریم پاک خدایا یم خوشحال چې د پیدا از مسلمان یم امتی د پاک نبی آخر زمان یم امتی د پاک نبی آخر زمان یم زر زادر نبار بار یم پاک خدایا داستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا داستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا که غریب یم او که خوار یم پاک خدایا داستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا داستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا تا رحیمی تا عالمی تا رحمانی تا په مونږ باندې څومره مهرباني تا په مونږ باندې څومره مهرباني د رحمت دی امیدوار یم پاک خدایا داستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا داستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا که غریب یم او که خوار یم پاک خدایا داستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا داستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا د توبې د قبل ولو علتای دا ګناه د معاف کولو علتای دا ګناه د معاف کولو علتای تا مې معاف کړې ګناهګار یم پاک خدایا داستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا داستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا که غریب یم او که خوار یم پاک خدایا داستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا داستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا ما محمود سره بل کومه هیله نشته ته زمونږ یې مولا بل مولا نشته ته زمونږ یې مولا بل مولا نشته که زه روغ او که بیمار یم پاک خدایا داستا ډیر شکر گزار یم حاجی صاحبای محترم وقت غروب رسید. حاجی صاحبای محترم غروب شد در سایه عرفات. ما و شما حرکت میکنیم به طرف مزدلفه. حاجی صاحبای محترم حرکت میکنیم به طرف مزدلفه و قانونی است که در مزدلفه وقتی که ما و شما میریم کوشش میکنیم که نماز شامتان حاجی صاحبای اینجا نخوانین. حاجی صاحبای محترم متوجه باشین، شام شده لکن نماز در مزدلفه خوانده میشه. فقط 3 رکعت فرض شام و 2 رکعت فرض خفتن در مشعر الحرام انشاءالله که رسیدیم اونجا میخوانیم
و اگر کسایی در مشعر الحرام رسیده نتانستن، باز اونا میتونن که در هر ساحه که باشن نماز شام و خفتن جمع و قصر و تأخیر میشه. جمع میشه یعنی نماز شام و خفتن یک جای میخوانیم، قصر که نماز خفتن کوتاه 2 رکعت خوانده نمیشه و تأخیر به خاطر ازی که در وقت خفتن نماز شام میخوانیم. آجی صاحبای محترم فعلا بیروبار زیاد است، کوشش بکنین که آهسته آهسته حرکت میکنیم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. حاجی صاحبای محترم، ما و شما به منطقه مزدلفه رسیدیم و در مزدلفه انشاءالله امشب در مزدلفه می باشیم و نظر به آیت شریفی که الله سبحانه و تعالی بر ما و شما امر کرده بود که ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحیم. دیگه در این آیت شریف الله سبحانه و تعالی امر کرد که ثم افیدو، پس شما هم پایین بروید به طرف مزدلفه من حیث افاد الناس، به مشکل که از جایی که مردم او طرف میرن و استغفر الله و شما مغفرت بخواین. حاجی صاحبای محترم، ما و شما زیاد کوشش میکنیم، سعی تلاش میکنیم که در مزدلفه استغفار بکنیم، توبه بکنیم و از گناه هایی که ما و شما مرتکب شدیم از این زیاد توبه بکنیم که انشاءالله الله تعالی ما و شما را مغفرت بکنم. آقای صاحبای محترم، تا وقتی که ما و شما به مسجد نزدیک مشعر الحرام یا مسجد مشعر الحرام میرسیم کوشش میکنیم انشاءالله تعالی اونجا خدا برسانیم و نماز شام و خفتن خدا یک جا در اونجا به شکل جمع قصر و تأخیر اونجا ادا میکنیم. جمع به ایمانا که نماز شام و خفتن یک جا اونجا ادا میکنیم به شکل مثل مسافرانه و دو رکعت میخوانیم نماز خفتنه، اما شام 3 رکعت میخوانیم. و اگر حاج صاحبای محترم کسی نتانست که در مسجد الحرام به جماعت برسه یا سرش ناوقت شد، میتونه که در دیگر ساعات نماز شام و خفتن خدا بخوانه. این شب انشاءالله ما و شما مکملا در مزدلفه سپری میکنیم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد السلام علیکم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استاد محترم خوب هستین؟ الحمدلله. شما استاد محترم عبادت‌هایی که انجام دادید و عبادت‌هایی که ما نمیشه که شما معلوم بدید. اصلا بعد از اینکه غروب آفتاب شد در عرفات ما از اونجا حرکت کردیم و اما تا آمدیم یک طرف مزدلفه و حالا فعلا ما این منطقه مزدلفه هست. در این مزدلفه دیگه شب اینجا تیر میکنیم تا طلوع آفتاب روز اول عید انشاءالله تعالی. روز اول عید که بخیر آفتاب طلوع کرد دیگه باز حرکت میکنیم به طرف جمرات و عبادت هایی که در اینجا میشه. اما آیت شریف است که ثم افیدوا من حیث افاض الناس و استغفر الله. دیگه به این شکل که دیگه راه این طرف حرکت کردن، پایین شدن آمدن به طرف مزدلفه. ما هم حاجی بارستان دیگه حاجی آمدیم در این منطقه و شب همیشه نماز شام و خفتنه به شکل چیز خواندیم، جمع و تأخیر در این منطقه خواندیم. خب اصلا آج سیبو اکثرشان در نزدیک مشعل آرام باید میخوانیم، لیکن سرمایه دارد ناوقت شد خوانده نتونستیم که خودمون باز خواندیم و حالا یک ساعت گفتیم استراحت میکنیم، شب اینجا باشیم و صبح خیلی طرف حرکت حاجی صاحبای محترم، صبح شده و نماز صبح مسجد مشعر الحرام نماز صبح بخوانیم. حاجی صاحبای محترمی که نماز صبح در اونجا خواندن میتونن در هر جای قسمتی که هست نماز خدا ادا بکنن. آج صاحبای محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آج صاحبای محترم تو آفتاب طلوع کرد و ما و شما حرکت میکنیم به طرف جمرات. آج صاحبای محترمی که حرکت میکنن به طرف جمرات در راه سنگریزه ها میآیند. هر حاجی صاحب باید 70 دانه سنگریزه به همراه خود بگیرن، سنگریزه هایی که به اندازه یک دانه لوبیا یا باقولی باشه. آج صاحبای محترم، ما و شما نزدیک هستیم. شما میبینید در مقابل ما و شما تعمیر تقریبا چند منزله هست، راه های مختلف داره. انشاءالله تعالی ما و شما به طرف جمرات میریم. آج صاحبای محترم، در جمرات طبعا شما میفهمین که 3 جمره هست. یکی جمره عقبه هست که ایره کبرا میگن و الجمره الوسطا جمره وسطی هست و الجمره الصغرا جمره چی هست؟ صغرا هست. جمره عقبه که 3مین جمرات است، ایره جمره عقبه یا جمره کبرا میگن. آج صاحبای محترم، امروز فقط یک جمره زده میشه و اونجا آلوان نشانی هست و جمرات دیگه دم رویشه چیزایی که بند کردن اونجا جمره زده نمیشه، فقط امی یک جمره زده میشه. آج صاحبای محترم، شروط صحت رمی چی است؟ اول ای که چیزی که با او جمرات میزنین از جنس زمین باشه، مثلا سنگ باشه یا چیز جغله یا این چیزا باشه و هر جمره 7 دانه زده میشه. باید هر کدامش علیده زده شوه و اگر کلش یک جایی زده شوه ای درست نمی باشه، باید یک دانه زده شوه. باید ترتیب مراعات بکنین در ایام تشریق و اندازه از این سنت هایی که در امیه هست که باید ای به اندازه یک دانه مهره یا یک دانه باقولی به این شکل باشه و دیگه سنت است که با سر انگشت سنگریزه گرفته شود و زده شود و این هم از جمله سنت هایش است که بین جمره تقریبا 5 ذراع یا بیشتر فاصله باشه. دیگه آج صاحبای محترم، در اولین رحم یک است تلبیه قطع میشه.
در اولین رمیه تلبیه قطع میشه. حدیث صحیح مسلم است که عن ابن عباس رضی الله عنهما ان الفضل اخبره ان النبي صلی الله علیه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبه. میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تا وقت تلبیه میگفت تا که جمره عقبه زده شد. حاجی صاحبای محترم، ما و شما در نزدیک جمرات هستیم. امروز مثل که من خدمت شما عرض کردم تنها یک جمره زده میشه، جمره عقبه. اما جمره عقبه یا جمره بزرگ آخری هست. ما با اول و دومی زده نمیشه در روز اول، تنها امو آخری که جمره عقبه یا جمره کبرا هسته. که غریبی ما و که خواریم پاک خدایا، دستا دیر شکر گزاریم پاک خدایا، دستا دیر شکر گزاریم پاک خدایا. که غریبی ما و که خواریم پاک خدایا، دستا دیر شکر گزاریم پاک خدایا، دستا دیر شکر گزاریم پاک خدایا. یم خوشحال چې د پیدا از مسلمان یم، امتی د پاک نبی آخر زمان یم، امتی د پاک نبی آخر زمان یم. زهر زادر نبار بار یم پاک خدایا، دستا دیر شکر گزار یم پاک خدایا. آج صاحبای محترمه که از جمرات خلاص شدن و ما کسا که خلاص شدیم آل حرکت میکنیم به طرف قربانگاه. آج صاحبای محترم طرف قربانگاه میریم بخیر. اینجا ما شما حدی خود ذبح میکنیم و حاج صاحبای محترمه که ذبح نکردن و یا کس را وکیل گرفتن، انشاءالله تعالی اونا توسط وکیلایشان ذبح صورت میگیره و بعد از اینکه اونا برشان خبر داد بر از اونا تلفنی بگوین که ما از جمرات خلاص شدیم که اونا ذبح بکنن. چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چه خوش باشد طواف کنان به کعبه، چشم گریان دل نالان بگردیم، لبیک گویم کنیم حق را ستایش، اخوت داشته با یک جان بگردیم. ما و شما بریم به طرف سلمانی هایی که سرهای خود آبی بیاجی ها کم میکنن و حاجی صاحبا میتونن که یا کم بکنن و یا هم تراش بکنن. حاجی صاحبای محترم، بعد از اینکه سرهایتان تراش کردین و از این چیزا خلاص شدین، آله حاجی صاحبای محترم حرکت میکنیم و میریم به طرف مسجد الحرام. بعد از این انشاءالله تعالی امروز روز اول عید بعد از حلق که سرای خدا حلق یا قصر کردیم، آل بخیر حاجی صاحبا حرکت میکنن به طرف مسجد الحرام و در اونجا انشاءالله تعالی ما و شما طواف فرضی خدا امروز انجام میدیم. اعدای طواف فرضی و طواف فرضی که این هم در روز اول عید میشه، حالا شما ما حرکت میکنیم ما و شما طواف فرضی که است طبعا لباسای خود ما و شما میکشیم و لباسای
عادی خود می پوشیم، احراما را دور میکنیم و لباس های عادی را می پوشیم و با لباس های عادی طواف فرضی صورت میگیره. در طواف فرضی مثل که ما و شما برای عمره طواف کرده بودیم، از اینمی قسمتی که چراغ آبی هست، از قسمت چراغ آبی که مقابل حجر الاسود است، چون بیروبار زیاد است حاجی صاحبای محترم در طواف فرضی، از این خاطر ما نمیتونیم که مثلا به حجر الاسود بسیار مشکل است که از برسه. از این خاطر امی گروپ در نظر بگیرین، از اینمی چراغ سبز شروع میکنیم ان شاء الله تعالی 7 شوط بخیر طواف میکنیم و همون قسم طواف میکنیم مثل که ما و شما طواف برای عمره کرده بودیم. بعد از اینکه طواف ما خلاص شد، بعد از او در هر جایی که امکاناتش بود 2 رکعت نماز میخوانیم، هر جایی که امکاناتش بود 2 رکعت نماز میخوانیم و بعد از او حرکت میکنیم، میریم برای سعی بین صفا و مروه. سعی بین صفا و مروه مثل که قبلا من خدمت شما تشریح کردم، از کوه صفا شروع میشه و 7 شوط ما و شما بین صفا و مروه چی میکنیم؟ سعی میشه. بعد از اینکه خلاص شد دیگه در 7م مرتبه که در مروه رسیدیم، بعد از او دیگه اینمی سعی که ما کردیم، این سعی هم به نزد احناف، علمای احناف ای واجب است و به نزد جمهور علما که است ای فرض است. بعد از اینکه ای 2 فرض ختم شد، بعد از این ما و شما حرکت میکنیم. پس حق نداریم به هتل بریم روز اول، میریم کل ما به طرف منا. پس دمو خیمه ما که در منا بود اینجا شب تیر میکنیم و فردا که روز دوم عید است میم جمرات میزنیم. باز روز دوم 2 جمره زده میشه منتها بعد از ساعت 12 بجه. باز از حاجی صاحبای محترم پس میم در منا همینجا می باشیم دمی خیمه خود. باز روز سوم باز 3 جمره زده میشه روز سوم و باز میم پس به منا و اینجا اگر کس خواسته باشه که روز بعدیش هم بزنه ثواب داره او را هم بکنه و اگر کس نمیتونه امی جمره را که خلاص کرد پس میره حرکت میکنه به هتل خود میره باز او را هم میتونه. اینی شد حاجی صاحبا این قسم جمرات زده میشه. منتها فکرتان باشه که جمرات روز دوم و روز سوم و روز چهارم که است اینا بعد از ظهر، بعد از اینکه زوال میشه، قبل از او حق نداریم که جمرات بزنیم. بعد از زوال جمرات زده میشه و حرکت میکنیم. بعد از او دیگه میایم به هتل و در هتل چند روز اینجا می باشیم به شکل عادی و تا وقتی که حرکت ما و شما کسای حاجی صاحبایی که قبلا به مدینه منوره رفتن اونا برشان اعلان میشه که حرکت میکنن میرن به طرف جده. قبل از رفتن به جده باز طواف وداع میکنن و حاجی صاحبایی که به مدینه منوره نرفتن ما و شما نرفتیم. از این خاطر ما و شما روزی که اعلان میشه که به مدینه منوره میریم باز طواف وداع میکنیم و با طواف وداع حج ما و شما خلاص میشه و رفتن به مدینه منوره شروع میشه و نیت ما این باشه که ما به زیارت مسجد نبوی میریم و در اونجا نمازها را میخوانیم و به مسجد قبا میریم اونجا هم نماز میخوانیم و اگر نیت خود جور میکنیم که ما به نیت خواندن نماز در مسجد نبوی میریم. حاجی صاحبای محترم اینمی قسمتی بود که باز حج ما و شما در اینجا ختم میشه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بر در و دیوارها آیت توحید بینم، بر در و دیوارها آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیارها، آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیارها آیت توحید بینم بر در و دیوارها، آیت توحید بینم بر در و دیوارها. الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی صاحبای محترم امروز ما و شما بخیر میریم به طرف اول به طرف غار ثور میریم و حاجی صاحبای محترم یکی از قصه هایی که در اینجا هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی مردم دعوت کرد به طرف اسلام،
بالاخره دشمنای اسلام مشرکین چون وقتی که دلیل نداشتن به این خاطر از خشونت کار گرفتن و رسول اکرم صلی الله علیه و آله می‌خواستن به شهادت برسانن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با همراهی بهترین دوستش که فکر کرد که آله که برای ما حمله میشه بهترین دوست و کسی که میتونه همراه ازی باشه تا مدینه منوره، بالاخره ابوبکر صدیق بهترین دوستش بودی اختیار کرد و رفتن به غار ثور و در غار ثور اینجا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به همراه ابوبکر صدیق در غار ماندن و بالاخره باز در روز بعد از او وقتی که فرصت پیدا کردن مشرکین کمی راهشان دیگر طرف میرفتن، اینا رو جستجو میکردن و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به شکل از اشکال از غار ثور رفتن بالاخره به طرف مدینه منوره. صاحبای محترم متوجه باشین که یکی از مشکلاتی که وجود داره این است که امروز وقتی که ما و شما به اینجا میریم این صرف به خاطر ازی است که ما و شما بعضی از اماکن میبینیم و از درس‌های تاریخی از استفاده میکنیم، لکن رفتن به غار ثور و بودن در غار ثور این کدام عبادت خاص نداره. به همین خاطر ای صاحبای محترم ما متوجه باشیم که وقتی که اینجا میریم فقط به خاطر ازی است که ما و شما چند روز در اینجا هستیم تا که بخیر حرکت کنیم و بریم به طرف خانه های خود سفر بکنیم. از این خاطر بعضی از مناطق که هستی را ما دیدن میکنیم، لکن دیدن از این مناطق اما تا یک شکل دیدن است و رفتن به اینجا کدام اجر یا پاداش یا ثواب یا عبادت نیست. آجی صاحبای محترم اون بالا رو شما سهل میکنین و بغل کور مردمایی که خطایی که سفید معلوم میشه انسان ها هستن و اینا میرن به طرف امو غار ثور. رفتن به غار ثور مثل که پیشتر خدمتتان عرض کردم این کدام عبادت نیست و در جمله احکام و مراسم حج شامل نیست. کسایی که اینجا میرن متاسفانه بعضی کسا بعضی بدعت ها را میکنن، از غار بوسه میکنن یا در اونجا مثلا میرن 2 رکعت نماز میخوانیم یا مثلا میگن اونجا میریم که ما برکتی شویم یا ما اونجا میریم که ثواب داره. اینی کلش در بدعت ها داخل میشه. به این خاطر ای صاحبای محترم ضرور نیست که حتما اونجا باید حاجی صاحبا برن. اگر کس میخواد بره ببینه یا سیل بکنه، لکن به این نیته که او کدام عبادت خاص نداره و بالا شدن در اونجا هم کدام ثواب اجر نداره و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نگفته که شما برین غار ثور ببینین یا در اونجا عبادت است. یا کسایی که سنگای از رو میگیرن از سنگای از رو بوسه میکنن یا سنگای از رو میگیرن در جیب خود امرای خود وطن خود میبرن، این کلش شامل بدعت ها میشه که ما و شما میدونیم که بدعت ها چی است؟ گمراهی و دلالت است. از این خاطر آقای صاحبای محترم ما و شما اونو جای را دیدیم، ضرورت به بالا شدن نیست و به خصوص که آجایی که اونجا میرن ما و شما کوشش کنیم وقت خود در چیزی سپری بکنیم که او عبادت باشد. آیت توحید بینم بر در و دیوارها، آیت توحید بینم بر در و دیوارها. الله 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 الله. آقای صاحبای محترم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای صاحبای محترم امروز بخیر ما شما حرکت میکنیم و میریم به طرف غار حرا و اینی سرک شما میبینید که ما شما در حرکت هستیم. اینی سرک است که میره به طرف جبل النور و اینی کوی که در مقابل شما معلوم میشه. اینی حاجی صاحب را سائل کنیم و در مفسر کو اگر شما از دور ببینین سفید مردم معلوم میشن که بالای کو در حرکت هستن و اکثرا حاجی صاحب در روزه که فرصت می داشته باشن میرن به غار حرا برن. اصلا از نگاه احکام یا فرایض واجبات سنت ها و مستحبات در حج چیز نامده که مثلا اگر کس غار حرا بره کدام ثوابی داره و یا کدام فرض است یا واجب است یا سنت است یا مستحب است. در حقیقت این چیزا وجود نداره. خب مردم مثل که در اماکنی که تاریخی هستن میرن و جای تاریخی رو سیل میکنن و بعض جای ها را دیدن میکنن. ما و شما میریم این قسمت ها را میبینیم و امو واقعاتی که اینجا شده درباره از او صحبت میکنیم. البته در نیت ما است که ما را به خاطر کدام فرض یا واجب یا سنت یا مستحب
انجام نمیدیم، بلکه میریم فقط ببینیم امی اماکن اما جاهای تاریخی را و چیزایی که شده را سیل میکنیم. حاجی صاحبای محترم، اینی قسمت حاجی صاحبای محترم رایست که بالا میشیم به طرف غار حرا. امی غار حرا البته ایره جبل نور میگن که چون در امی جبل نور یا دیکو چی هست غار حرا هست و غار حرا جایست که بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی نازل شد و آیت شریف اولی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت خود به این منطقه می آمدن و در غار حرا چندین شب می بودن و فکر میکردن و تدبر میکردن درباره مخلوقات الله، درباره ازی که انسان ها چرا به این بدبختی ها گرفتار هستند، تا اینکه جبریل پیش آمد و سرش وحی نازل شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. آقای صاحبای محترم، ما در داخل اینجا که هستیم حرکت میکنیم. این سنگا بسیار سنگای زیاد است و در داخل سنگا متاسسا پیش میریم تا که البته غار حرا پیش از دیگه ما متاسسا میریم. اینی قسمت های کمک تیر شدن بسیار سخت است. باشین که آستا خدا پیش کرده بریم تا ای که دمی پیش چیز برسیم. و از این معلوم میشه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که در اینجا می آمد بسیار سختی ها را تحمل میکرد تا خدا بالاخره در اینجا میرساند و در اینجا تفکر میکرد. میریم پیشتر کمی. این آقای صاحبای محترم، ما شما به نزدیک شدیم به غار حرا. پیش میریم یک کمی دیگه هم شما ابراهیم با باشین. آهسته آهسته میریم داخل. الحمدلله این آقای صاحبای محترم ما شما رسیدیم. اینی دان غار حرا هست که مردم در اینجا میره. متاسفانه چون بعضی مردم میان اینجا بعضی از بدعت ها را میکنن، اینجا سنگ ها را ماچ میکنن یا اینجا نکدام نماز اینجا گفته شده که خوانده شود، یعنی چیز دیگر احکام خاص نیست دیگه که چیز شود. و خصوصا بوسیدن سنگ و گپ ها اینجا مشروعیت نداره، فقط دیدن شود. و این جایی است که بالای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وحی نازل شده. ولی آنچه که ما و شما مکلفیت داریم مسئله جایی نیست که نازل شده. برای آنچه که برای ما و شما نازل شده و برای ما و شما باقی مانده و ما مکلف هستیم و قرآن عظیم الشان است. ما و شما وظیفه داریم که امو عمل به قرآن بکنیم. و این کارهایی که بعضی دوستا میکنن که ماش میکنن و سر خودم میمانن، این یا کارهای نادرست است. به هر صورت دوستای عزیز در همینجا رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمده و در همینجا چندین وقت می بودن تا ای که امین آسمان که جبریل امین علیه السلام است میان و در اینجا بالای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وحی نازل میشه و برش میگه که اقرا بخوان و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه من خوانده نمیتونم. جبریل به اساس حکم الله میگه، چون الله وقتی که یک کس رو بخواد که عالم جهان بسازه نیازی به مکتب و مدرسه و پانتون نداره، پس معلمی مثل جبریل برش روان میکنه و کتاب روان میکنه و وحی نازل میکنه و با به شکل او یک عالم بزرگ میشه. پس جبریل علیه السلام به اساس حکم الله برش میگفت که بخوان، چون الله ما فوق اسباب است و حتی یک انسانی که هیچ تعلیم نکرده باشه او را عالم بزرگ میسازه. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به اصحاب دنیایی میگفت که ما خوانده نمیتونم. به هر صورت بالاخره برش گفت که اقرأ بسم ربک الذی خلق. چند مرتبه در آغوش خود خوب فشار داد و گفت که بخوان به نام پروردگارت که تو را خلق کرده. و همینجا هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شروع به قرائت میکنه و این قسم است که بالاخره با نزول وحی از روز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم من حیث معلم بشریت برای بشریت معرفی میشه. و الحمدلله تا امروز ما تمام ما شاگردای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستیم. دوستان عزیز، پس حرکت میکنیم میریم به طرف پایان و همین سفر ما به این منطقه ختم شد. چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم،
بگرد خانه رحمان بگردیم رویم به کعبة الله خانه حق به ذکر و طاعت قرآن بگردیم چه خوش باشد طواف کنان به کعبه چشم گیریم. آجی صاحبای محترم، حال فعلا محترم ما و شما در حرکت است به طرف سایه عرفات. ما و شما میریم به طرف سایه عرفات و این ساحر هم به شکل مجموعی کل ما و شما میریم دیدن میکنیم تا که حاج صاحبای محترم اینجا را بلد شوند و بعضی احکام را براتون میگیم و بعضی از اشتباهاتی که در اینجا میشه ایره هم خدمت شما عرض میکنیم. جاهایی که البته در ساحه عرفات است و در دیگر جاها که براتون نشان داده میشه یا خود ما و شما میریم و یا از طریق ویدیوها خدمت شما تقدیم میشه که معلومات خوبی داشته باشین، خصوصا در مورد بدعت هایی که متاسفانه در حج صورت میگیرد. به این خاطر آجی صاحبای محترم مطلع باشن تا که خدای ناخواسته به یکی از این بدعت ها مبتلا نشن. واریم پاک خدایا دستا ډیر شکر گزاریم پاک خدایا دستا ډیر شکر گزاریم پاک خدایا که غریبی ما که خواریم پاک خدایا دستا ډیر شکر گزاریم پاک خدایا دستا ډیر شکر گزاریم پاک خدایا یم خوشحال چې د پیدا ز مسلمان یم امتی د پاک نبی آخر زمان یم امتی د پاک نبی آخر زمان یم زر زادر نبار بار یم پاک خدایا داستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا داستا ډیر شکر گزار یم پاک خدایا که غریبی ما و که خوار یم پاک. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم ایدری ایدر علی ایدری. آجی صاحب اینجا کجاست؟ اینجا جبل رحمت. جبل رحمت است. خب برای ذکر رحمت خداوند اینجا نازل میشه. در روز عرفات باید ما شما هر چی مناجات دعا بگین نمان اینجا بکنیم. اینجا بکنیم بسیار. آقای صاحب شما خدمت بگید. محمد یونس اسمتی. از کجا هستید؟ عبدالرحمن افشار عبدالرحمن. خب از افغانستان هستید؟ بله. بسیار خوب. آقای صاحب اینجا چی میگن؟ جبل رحمت سایه عرفات. سایه عرفات. سایه عرفات. دوباره خدا میگه. دوباره خداوند متعال جلاله. بیا تو پیش بریم ببینیم که دیگه چه گپ هست. آقای صاحب شما نامتون چی هستن؟ سید توکل شد. از افغانستان. از افغانستان از ولایت شد. این جبل رحمت سایه عرفات. سایه عرفات است. تشکر. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ أنا تركيا. How are you? قندقسس. اسم نيم. تركيا. داوود ترك. نعم نيم. داوود ترك. داوود ترك. أهلا وسهلا. هنا جبل الرحمة. جبل الرحمة. جبل الرحمة ساي عرفات. أهلا وسهلا. السلام عليكم. वालेकुम. क्या नाम है भाई साहब? अब्दुल्ला सर. अब्दुल्ला कहाँ के रहने वाले हो? पाकिस्तान. पाकिस्तान? जी. ये जगह क्या नाम है? रहमत जबल. जबल रहमत. और ये साहा अरफत है. जी. आप क्यों यहाँ आए हैं? अभी तक तो हज शुरू नहीं हो गए. अभी ज़ियारत करते हैं और देखते हैं मरासिम के लिए. बहुत अच्छे से. नहीं
What's your name? كيف حالك؟ حياك الله. الحمد لله. اسمي اخوك بالله عاطف ابراهيم حسن بياتسي من فلسطين. فلسطين اهلا وسهلا. حياك الله حياك الله. والله الحمد لله مشتاقين لاخواننا المسلمين في كل العالم ان شاء الله. حياك الله وجمعنا في جبل الرحمة. شنو اسم المكان؟ هذا مسجد جبل الرحمة. جبل الرحمة. اي نعم. وهذه منطقة عرفات؟ هاي منطقة عرفات. منطقة عرفات. ليش يسمونها هذا بجبل الرحمة؟ والله تعالى اعلم انه هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كانت حجة الوداع. له خطبة حجة الوداع في الحج الأخير للنبي عليه السلام، وهذه رحمات من رب العالمين. يعني نحن نأخذ بالاسم يعني ما نفوت بالأمور. نعم يعني إن شاء الله أي حاجة يأتي هنا ويسأل الله سبحانه وتعالى يسأل عليه رحمة إن شاء الله. في كل مكان وفي كل مكان أينما كنتم تسألوا الله. الله سبحانه وتعالى يقول يسألوني، الله قريب منا وين ما كنا. الحمد لله. حياكم الله حياكم الله. أهلا وسهلا. من أين حضرتكم؟ أفغانستان. أفغانستان. حياكم الله. إن شاء الله نصل من عندكم. كيف حالك؟ How are you؟ ما اسمك أخي؟ اسم نيم. أفلا ينظرون چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چه خوش باشد طواف کنان به کعبه، چشم گریان دل نالان بگردیم، لبیک گوییم کنیم حق را ستایش، اخوت داشته با یک جان بگردیم. چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبه. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی از مالزی هستن. کل مالزی؟ مالزی؟ کمر مالزی؟ حاجی از مالزی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، در این موقعیت ما قرار داریم مکتب مشهد مکرمه یعنی کتابخانه مکه مکرمه در اصل اینمی جا رسول الله صلی الله علیه و سلم تولد شده. حال ابو جا که رسول الله صلی الله علیه و تولد شده او را کتابخانه ساخته. بیایید بتازید. خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق. بارش مانده نباشین. کجا هستین؟ ما فعلا هستیم شرق حرم شریف است که در اینجا خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. آل فعلا در طول تاریخ از خانه رسول الله جایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم تولد شده بود آل مکتبه یا کتابخانه ساختن و از خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم کتابخانه ساختن که مسلمانان میان به خاطر مطالعه و در ضمن در مقابل شما می‌بینید اینجا چی گفتن؟ نکته خواندن یا دعای مخصوص کردن در اینجا شرعاً جایز نیست. بعضی دوستایی که مثلا شما اونجا ببینین برادرها یا خواهرایی که چیز مثلا دیوار پنجره و اینا رو ماش میکنن یا مثلا دعا میکنن چیز
از نگاه شرعی چون دعا عبادت است و عبادت باید منصوص باشه یا از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل شده باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم سفری کرام اینجا دعای نکردن و دعای نخوندن، برای در ما هم لازم نیست ما اینجا بیایم یا دعا بخوانیم یا مثلا پنجره چه نمازش بکنیم. خب در مقابل اونجا که مردم مثلا اون قسمتی که مردم میبینیم داخل میشن و میبرن تشنابا است. تشنابا است، مردم به خاطر رفع حاجت و به خاطر وضو و غسل میرن. در سابق در عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم اونجا خانه ابو جهل بود، چون الله سبحانه و تعالی همونطور که برای خودش ذلت نصیب کرده بود خانه هم شما میبینین که به شکل تشناب یا تشناب ازش استفاده میشه. خب اگر اینجا رو ببینیم در بین خانه رسول الله صلی الله علیه و در بین حرم شریف خانه ابو جهل است، به معنای از این است که ولو که آدم در بین خانه پیغمبر و در بین حرم شریف هم باشه ولی ایمان نداشته باشه به نفعش نیست. به نفع نیست، چون اگر مثلا نزدیک بودن به حرم حجت میشد از خانه پیغمبر صلی الله علیه و خانه ابو جهل به حرم نزدیکتر است و تقریبا در دیوارش حرم چسبیده. دیگه از اون خاطر چون کلمه نخوان ولو که مثلا قریشی بود یا قابل پیامبر صلی الله علیه و سلم بود از دنیا به ایمان رفت و خانهش چیز فایده برش نرساند. تشکر قاری صاحب، زنده باشین. سلام علیکم. و علیکم السلام. چه خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چه خوش باشد. آقای صاحبای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای صاحبای محترم، امروز روز حرکت است که ما و شما بخیر از مکه مکرمه به طرف مدینه منوره حرکت میکنیم و ما و شما قبلا گفته بودیم که یکی از واجبات حج طواف وداع هست. امروز شما برای 2 ساعت وقت دارین که به حرم شریف برین و اونجا آخری طواف که طواف وداع هست ایره انجام بدین. آخرین طواف میکنین و پس میین به طرف هتل و وقتی که به طرف هتل آمدین و سایر سامانهایتان کلش جمع میکنین در منزل پایان منتظر میباشین. 2 ساعت بعد از امیال ما به خیر حرکت میکنیم به طرف کجا؟ به طرف مدینه منوره. حاجی صاحبای محترم این هم متوجه باشین که وقتی که طواف وداع صورت گرفت حاجی حجش خلاص شد، مراسم خلاص شد، فرایض، واجبات، سنت ها، مستحبات، کل چیز حج خلاص شد و رفتن به مدینه منوره شامل مراسم حج نیست. او تنها رفتن به مدینه منوره به نیتی که ما بریم در مسجد نبوی نماز بخوانیم و بریم در مسجد قبا نماز بخوانیم و بالاخره بعضی جاها را زیارت بکنیم به نیت نماز خواندن در مسجد نبوی این نیت می داشته باشیم و حرکت میکنیم. لکن حج ما و شما مراسمش خلاص شده و اگر کدام حاجی صاحبی که مشکل داره و به مدینه منوره رفتن نمیتونه مستقیما میره به طرف جده و پس به وطن خود باز میگرده. حج ازی درست است و رفتن به مدینه منوره این جزء مراسم حج نیست، بلکه با طواف وداع مراسم حج ختم میشه و حاجی صاحب حاجی میشه و به خیر حرکت میکنیم به طرف مدینه منوره. حاجی صاحب محترم کوشش کنید که چیزتان نمانه و ان شاء الله تعالی 2 ساعت بعد ما شما از داخل هتل به خیر حرکت میکنیم در موتورا و میریم به طرف مدینه منوره. چه خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، عیاد و طاعت قرآن بگردیم. چه خوش باشد طواف کنان به کعبه، با 2 چشم پر از گریان بگردیم. چه خوش باشد. حاجی صاحبای محترم، حال فعلا لطفاً در موتورا بالا شوین، منظم در موتورا بالا شوین و ما و شما حرکت میکنیم به طرف مدینه منوره. کوشش بکنین که سامانهایتان نمونده باشه. ان شاء الله تعالی بعد از 10 دقیقه سرویس های ما حرکت میکنه به طرف مدینه منوره که حاجی صاحبا متوجه باشین که کسی در پایان نمونده باشه و اگر کدام مشکلی داشته باشن
در اتاق جای معلومات بیاین و مشکل خود بگوین. بغیر از او تمام وسایلتان پایان بکنین و 10 دقیقه بعد بخیر حرکت است. آجی صاحبای محترم لطفاً فرصت برای حاجیای ریش سفید و بیبی حاجی بتین که در اول در موترا بالا شوند و موترا منظم کلش است، هیچ کس نمیمانه، برای کلگی سیت گرفته شده است. ان شاء الله تعالی بعد از 10 دقیقه حرکت است که ما و شما میریم به طرف مدینه منوره. آج صاحبای محترم، چون حرکت ما و شما به طرف مدینه منوره هست، خوب است که بعضی از احکام مدینه منوره را خدمت شما تقدیم بکنم. مدینه منوره و طیبه شهر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم محل نزول وحی و جایی است که جبریل امین علیه السلام خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرود می آمد. مدینه مرکز ایمان و شهر ملاقات و زندگی مهاجرین و انصار است. شهر کسانی که مدینه و ایمان را برگزیدند و بر همه چیز ترجیح دادند. مدینه منوره اولین پایتخت مسلمانان است که پرچم جهاد فی سبیل الله از آن افراشته شد و کاروانهای حق برای نجات بشریت از تاریکی های ضلالت و گمراهی و هدایت آنان به نور حق رهسپار گردید. از همین مدینه منوره بود که نور حق درخشیدن گرفت و جهان را با شعاع هدایت و ایمان روشن نمود. مدینه منوره شهر هجرت مصطفی صلی الله علیه و سلم است. ایشان برای هجرتشان مدینه را انتخاب کردند و تا آخرین رمق حیات در همین شهر مقدس زندگی نمودند و نهایتاً در همین شهر جان به جان آفرین سپردند و در همین شهر دفن شدند و از این شهر برانگیخته خواهند شد. آجی صاحبای محترم، وقتی که ما و شما حرکت میکنیم به طرف مدینه منوره، متوجه باشین که ما و شما وقتی به طرف مدینه منوره میریم در نیت ما ای باشه که ما به این نیت میریم که در مدینه منوره در مسجد نبوی که دارای فضیلت است و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سفر به این مسجد اجازه دادن، به این نیت ما و شما به مدینه منوره میریم که ان شاء الله تعالی چون سفر به مسجد نبوی اجازه هست، به این خاطر ما و شما به اونجا میریم و کوشش میکنیم که ان شاء الله تعالی نمازهای خود در این مسجد نبوی بخوانیم. ما و شما به قصد خواندن نماز و سفر به مسجد نبوی از اینجا حرکت میکنیم چون مشروعیت دارد و وقتی که اونجا به خیر رسیدیم نمازهای خود در اونجا خواندیم و در پالوی ازی که در مسجد نبوی نماز خواندیم و عبادت کردیم، به این شکل باز میریم در مسجد قبا، اونجا هم عبادت میکنیم و نماز میخوانیم و به این شکل باز میریم به زیارت روضه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و زیارت مثلا بقیع و اونجا هم به اون شکل اعمال را انجام میدیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اجازه داده و صحابه کرام او را انجام دادن. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، ما به طرف مدینه منوره روان هستیم. همراه ما دوستایی که هستن حاجی صاحب سردار امیری. حاجی صاحب سلام علیکم. علیکم السلام. چطور هستین حاجی صاحب؟ الحمدلله. حاجی صاحب خانه کجا هستن؟ خانه ما در عفیف، یک جای سعودی را به نام عفیف یاد میکنم. طرف ریاض هستن؟ بین ریاض و جده. حالا بخیر کجا میرین؟ حالا بخیر ان شاء الله طرف مدینه منوره روان هستیم. از علمای افغانستان کی را میشناسین؟ از علمای افغانستان اول خودت میشناسین؟ من عالم نیستم. در نظر من عالم هستم، بسیار هستم. خب. دوم مولوی صاحب متوکل میشناسین که امرای ماست. خب. استاد مولوی صاحب متوکل. خب. مرچ افغانی. مرچ افغانی نیست که ما در لغت عربی حلاوه میگیم. حلاوه افغانی یعنی عسل افغانی. شیرین. بیری افغانی. نه چی بگم دیگه چاکلتی مینو این اصلا کنه خنده مولوی متوکل از زندگی کس نده باشه. حالا ببینید چه کنه بود سیدی خود قاری باشه. خب دیگه کی همراهتون کنه حاجی صاحب؟ دیگه همراه ما قاری صاحب خالد است. قاری خالد است. دیگه قاری طاهر است. قاری طاهر است. دیگه زبیر جان است. زبیر جان است. دیگه عتیق الله است. دیگه قاری صاحب عتیق الله است. قاری صاحب عتیق الله. قاری صاحب عتیق الله مانده نباشین. انت تسكن في وين؟ في جدة. في جدة نعم. ما شاء الله. ارفع صوتك يا شيخ. حال بخير كجا ميرين؟ حال بخير ميرين مدينة منورة. ان شاء الله. نماز میخوانیم زیارت رسول الله صلی الله علیه و سلم میریم. به نیت نماز خواندن در مسجد. به نیت نماز خواندن در مسجد نبوی. ان شاء الله تعالی. Oh
يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا لما سار المركب ناساني ساروا الدمع ما جفاني أخذوا قلبي مع جناني يا طيبة يتيم الولهانا يتيم الولهانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا قبلتي بيت الله صابر علاني يوما لك زائر يا ترى هل تراني ناظر للكعبة وتغمرني بأمانة تغمرني بأمانة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم. عزیز قیمت اکرام قرار داریم که بقیه مرقد است و در اینجا بسیاری از صحابه کرام دفن هستند و مسلمانانی که در اینجا میاین بسیاریشان متاثر میشن از دیدن قبر صحابه کرام و میگن که این صحابه مبارکی که دنیا را نقشش تغییر دادن خودشان در اموت به شکل متواضع در اموت یک جای خفتن که به نام بقیع مرقد یاد میشه. حاجی صاحبای محترم، این منطقه که حالا فعلا ما قرار داریم این بقیع الغرقد است و بقیع این نام از این منطقه هست و غرقد به خاطر از این میگن که غرقد یک قسم موجودیت یک نبات است که او را به نام غرقد میگفتن. این در اموجه هست، از این خاطر ای به نام بقیع الغرقد چیز شهرت پیدا کرده. کدام درخت است یا کدام نباتی هست که او را به نام غرقد میگن، از این خاطر ای را بقیع الغرقد میگن. و ای که بعضی کسایی را جنت البقیع میگه درست نیست، به خاطر از اینکه در اینجا هم صحابه کرام دفن هستند و هم کسای دیگه هم که حال فعلا هم تا کنون